چندی از لیدران غیررسمی در ولایت بدخشان از اتهام اعلان شده علیه آنها نگرانی کردند. هفته گذشته مقامات انتظامی طالب ایومبکوف، محمد باقروف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاروف و منور شنبیف را سرکرده های گروه های جنایی خارق نام برده به آنها فرصت دادند تا آخرین تیر را به مقامات سپارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این 5 نفر روز 22 اکتبر به دادستانی ولایت بدخشان رفته از مقامات سوال کردند که این اتهام برای چی اساس یافته است. طالب ایومبکوف از صبح دوشنبه 22 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت میخوان همه گونه سوء تفاهم از بین برده شود. прокуратура да им возе. У масала о ке може се укаже. Кој билем чи да барам гуфт не اونجا اومدیم кој فهمیم چی است. همه بچه‌ها ولی تا به حال معلوم نیست که این 5 نفر با مقامات دادستانی ولایت بدخشان چی گفته و در جواب چی شنیدند. خود مقامات نیز تا به حال در این باره اظهار نظر نکردند. فراموز ارگاشو وکیل مدافع سابق و نفری آگاه از قضیه گفت این 5 نفر به سوال کارمندان دادستانی ولایت پاسخ گفته و از آنجا بیرون آمدند. وی گفت که وضعیت در منطقه آرام است و لیدران غیر رسمی در محلها با تازه کردن ماشین‌های سیاسی مشغولند. اونها را فریاد کردند، فهموندن اونو در بعد همون چیز کسانی که مثال در دست همون شخصا را نمبر کردن، اونو گفتن که چیزی که ما داشتیم همون یراق بود، چیزی که بود ما ویروس سپوریده دست در یکان جنایت نزدیم. همون طبق قانونگذاری جنایتی اوجا نوشتگن که اگر مثال شخص با اختیارن همون چیز و چوره همون سپورن ویر از جوابگری جنایتی آزاد میکنن. لیکن خیلی افسانوف کم تینجای چیزی که بود گپ زدن همون چیز یراق داشت، یعنی همون کار اونو خودشون کسانی که مثال داشتن گرفته سپوریدن اختیارن. خبرگزاری دولتی خاور و شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان روز 20 اکتبر نتیجه فعالیت یک ماهه ستاد بین اداروی مقامات تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کردند. در جلسه نتیجه گیری از فعالیت یک ماهه طالب ایومبکوف و محمد باقروف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاروف و منور شنبیف سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی شهر خارق نام برده شدند.